سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 28 فوریه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. روسیه حزب اپوزیسیونی تاجیکستان را برای خط سیاه شامل کرد. پروفسور ژاپن را در فرودگاه دوشنبه غارت کردند. 23 سال حکم زندان پدر سندل برای کشتار بیرحمانه زن و پسر 9 سالش. کنسولخانه افغانستان در استانبول نیز به دست طالبان گذشت. در بین 9 ساعت شرق تاجیکستان را یکباره 4 زمین لرزه تکان داد. نخستین پرواز هواپیما به خاروخ بعد سالهای طولانی و اکنون تفصیلات خبرها. خدمات فدرالی مانیتورینگ مالیوی روسیه یا روسفین مانیتورینگ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را رسما بر روی خط تروریستان و افراطیان شامل کرده است. در این باره روز 28 فوریه سال 2023 خبرگزاری روسی ریا نووستی از روی خط نفی شده روسفین مانیتورینگ خبردار شده است. در برابر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این روی خط سیاه روسفین مانیتورینگ همچنین بتالیون اختیاران تاتارهای کریم به نام نومان جلبیچی خان نیز شامل کرده شده است. روی خط سیاه روسفین مانیتورینگ تا امروز 12880 شخص علیحده و همچنین 540 سازمان و گروه را فرا میگیرد. در این روی خط سیاه بیش از 500 تن آزادگان تاجیکستان و همچنین چند گروه نیز مربوط به تاجیکستان از جمله حزب نهضت و سازمان‌های جماعت ختلان و راهنما به سوی دولت اسلامی نیز هستند. دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر سال 2022 بر اساس درخواست دوستانه کل این کشور حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بزرگترین تشکل اپوزیسیای تاجیک را سازمان تروریستی اعلام کرد و فعالیت این حزب را در قلمرو روسیه رسما منع کرد. در خدمات مطبوعات دادگاه عالی روسیه گفتند که مرافعه این مسئله به شکل بسته صورت گرفت و دادگاه درخواست دوستانه کل را قانع ساخت. به این ترتیب روسیه نخستین کشور خارجی شد که با تقاضای دوشنبه حزب نهضت را رسما سازمان تروریستی اعتراف کرد. قبلا دوستان کل روسیه از دادگاه عالی خواسته بود که این تشکل عمده اپوزیسیای تاجیک را سازمان تروریستی اعتراف کند. در خود تاجیکستان فعالیت حزب نهضت هنوز سال 2015 منع گردیده. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر روی خط سیاه سازمان‌های افراطی و تروریستی شامل کرده شده است، ولی تا کنون تلاش‌های دوشنبه برای تروریستی اعتراف شدن این حزب از سوی دولت‌های دیگر و سازمان‌های منطقوی به نتیجه بودند. در عرصه بررسی مسئله حزبش در دادگاه عالی روسیه رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری با یک نامه سرکشاده به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مراجعت کرد. کبیری در این نامه قصد تروریستی عنوان کردن حزبش در روسیه را شکست ژئوپلیتیکی و اشتباه بزرگ عنوان کرده نوشته بود که این اقدام مسکو باعث از دست دادن دستاوردهای ژئوپلیتیکی بیش از یک عصر اخیرش در تاجیکستان و منطقه خواهد شد. غلامعلی شیرعلی عالم تاجیک که در یک دانشگاه ژاپن کار میکند روز 27 فوریه سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک از یک عمل ننگین آبروریزنده نقل کرده است که با یک عالم ژاپنی در فرودگاه پایتخت تاجیکستان رخ داده است. از پروفسور دانشگاه اسکوبا ایتو در فرودگاه دوشنبه نه فقط برای فریب $100 را به قول معروف از خود کردند، بلکه به بالای این پولهای سامانیش رو هم عملا کشیده گرفتند و چنین مناسبت را نسبت به نماینده دانشگاه روا دیدند که تا امروز به دهها دانشجو از تاجیکستان امکان شرایط تحصیل از جمله تحصیل بی پول فراهم آورده است. پهلوی بعد این عمل ننگین باز در آن است که این کار را نسبت به یک مهمان خارجی نه مردان بردنگل که سالهای پیش از بی‌ادبیشان در فرودگاه‌ها شکایت زیاد بود انجام دادند، بلکه 3 خانم تاجیکی که به یگان شرم و ابا دست به جیب مهمان بیچاره بردند. بنا به نقل شیرعلی غلامعلی ماجرا از این قرار بود: بعد از کووید 19 ژاپن درهای خود را برای خارجیان باز کرد. دانشگاه ما نیز برای جلب کردن دانشجویان خارجی به دانشگاه‌های ژاپن و خصوصا سکوبا که برنامه وزارت معارف ژاپن می باشد نمایندگان خود را به کشورهای گوناگون فرستاد. شعبه ما مسئول کشورهای پس و شوروی می باشد، نیز نمایندگان را به کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان و ارمنستان فرستاد. آنها به همه کشورهای ذکر گردیده
تشریف آورده به تاجیکستان وارد شدند. روز 7 فوریه به دانشگاه اسلاویانی، دانشگاه زبانها و مرکز آموزش کوکورو تشریف آورده با دانشجویان و استادان صحبت آوردند. از دانشجویان، استادان و عموما مردم ما خیلی ستایش و سپاسگزاری کردند. متاسفانه هنگام بازگشت در فرودگاه دوشنبه غارت می شوند. پروفسور ایتو چنین نقل کرد: وقتی از گمرک می گذشتیم، در آخر 3 کارمند زن شناسنامه‌ام را از نظر گذرانیده پرسیدند که چقدر مبلغ دارم. من $1000 برآورده نشان دادم. آنها مرا به یک حجره درآوردند و آن مبلغ را از دستم گرفته حساب کرده در دستم دادند. من در پیش آنها حساب کردم که آنجا $900 مانده. 100 تاش را آنها گرفتند. من از آنها خواهش کردم که مبلغم را برگردانید. آنها به سر من داد زدند و می گفتند که ما مسلمان هستیم و دزدی نمی کنیم. من ناعلاج شده از پیششان رفتم و یک نفرشان از پسم آمدن گرفت که همان پولهای سامانی را که داری به موته، پولهای سامانی در خارج استفاده بردن نمی شوند. آمده پولهای سامانی را نیز از دستم گرفتند. من برایش گفتم که تشنه شدم. او گفت که خیر رفت آب بگیر. من گفتم که تو همه پولهای سامانی را از دست من گرفتی، چه طور آب گیرم؟ بعد آن زن رفته یک آب خریده داد. صحبت‌های پروفسور ایتو با آن 3 کارمند به زبان روسی صورت گرفته است. یادآور می‌شویم که دانشگاه اسکوبا تا امروز 10 نفر دانشجویان را قبول کرده، به آنها بورس نیز داده است. کادرهای تیار کرده این دانشگاه امروز در ساحه‌های مختلف کار کرده ایستادند. از کارمندان حفظ حقوق خواهش می‌کنیم که این مسئله را دیده برایید. دادگاه ولایت سوخت روز 24 فوریه سال 2023 زاکر عظیموف ساکن شهر منت‌آباد ناحیه ظفرآباد را بر اساس قسم 2 ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان در قتل بیرحمانه و سوزاندن جسدهای زن و فرزند خردسالش گناهکار شناخته به 23 سال زندان محکوم کرد. این حادثه ننگین که شب 28 نوامبر سال 2022 رخ داد، یکی از پرسر و صداترین کشتارهای سال گذشته در ولایت سوخت بود. نظر نزدیکان اعظموف به حکم دادگاه معلوم نیست، ولی این حکم طرف جبر دیده را قانع نکرده است. نورنیسا رحمتووا مادر فیروزه اعظمووا که همراه طفل 9 سالش کشته شد بعضی پلوس گفته است که آنها میخواهند از حکم دادگاه ولایتی شکایت برده به زاکر عظیموف حکم عمرباد طلب کنند. برای کشتار 2 نفر و بعدا باز آتش زدن جسد بیجان 23 سال زندان کم است. ما به عدالت سعودی باور داشتیم و وکیل دفاع نگرفتیم، زیرا اعتماد داشتیم که او به حبس زندان ابد محکوم می شود، گفته است نورنیسا رحمتووا. او نقل کرده است که دخترش با زاکر اعظموف 10 سال پیش عائله برپا کرد، ولی در زندگیشان مناقشه نیز رخ میداد. او را شوهرش با پسرش آورده ماند و گفت پس از 2 ماه به خانه میبرم، اما 2 سال دخترم با نبیرم در خانه موزی است. وقتی از شوهرش خواستیم که یا زندگی کند یا جدا شود، آمده زنش را برد. از بین چند مدت گذشت و هم دخترم و هم نبیرم را بیرحمانه با تبر کشت و بالای این با جسد بیجان آنها را آتش زد. ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت قبلا خبر داده بود که ساکن شهر منت‌آباد زاکر اعظموف شب 28 نوامبر سال 2022 همسر 36 سالش اعظمووا فیروزه و فرزند 9 سالش اعظموف سیاجان را کشته، سپس جسد هر دو را آتش زد. زاکر اعظموف در پی این حمله وحشیانه از جای حادثه فرار کرد و به کارمندان ملیته تنها بعد 4 روز جستجو میسر شد که او را دستگیر کنند. وقتهای آخر در پس منظر افزایش حادثه‌های کشتارهای دهشتناک از جمله کشتار کودکان خردسال در جامعه تاجیکستان صداهای بلند می شود که حکم قتل را نسبت به قاتلان و آنهایی که به ناموس کودکان تجاوز می کنند برقرار کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. زاکر جلالی، رهبر دپارتمنت وزارت کارهای خارجی به نام امارت اسلامی افغانستان که حرکت تندرو طالبان در افغانستان تأسیس داده است، روز 28 فوریه سال 2023 به ژورنالیستان خبر داد که امور کنسولگری عمومی افغانستان در شهر استانبول، بزرگترین شهر و مرکز تجارتی و صنعتی ترکیه، رسما به دست نماینده امارت اسلامی سپرده شد. جلالی همچنین خبر داد که وزارت خارجه طالبان
نفر با نام گلمتخان زدران را کنسول نو افغانستان در استانبول تعیین کرده است. یک روز از این قبل عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز امور سفارت افغانستان در شهر تهران را به دیپلمات‌های تعیین کرده طالبان سپردند. او از دیپلمات‌های تعیین شده نام نبرد، ولی خبرگزاری امو خبر داد که محمد فضل حقانی که تا کنون باعث یاور اول سفیر افغانستان در تهران کار میکرد، کاردار سفارت تعیین شده است. طالبان ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست آوردند. یادآور میشویم چند کشور دیگر از جمله روسیه، چین، پاکستان و ترکمنستان هنوز سال گذشته امور سفارت‌های افغانستان را در کشورهای خود از دست نمایندگان حکومت قبلی افغانستان گرفته به نمایندگان طالبان سپردند، ولی تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را در عموم به رسمیت نشناخته است. مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 28 فوریه سال 2023 در صفحه رسمی خود در فیسبوک با نشر 3 عکس خبر داد که بعد چندین سالها پرواز نخستین هواپیما به مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خورغ صورت گرفت. نخستین پرواز سنجشی به خورغ روز 28 فوریه توسط هواپیمای L410NG صورت گرفته است. این هواپیما ساخت شرکت چیخی ایرکرافت اندوستریز بوده. روز 27 فوریه در فرودگاه دوشنبه مراسم معرفی آن صورت گرفته بود. شرکت هواپیمایی سامونایر ظاهراً برای خریدن این هواپیمای خرد دارای تا 19 جای نشست توجه نشان می‌دهد و در بین یک ماه اخیر نمایندگان شرکت چیخی 2 دفعه به تاجیکستان آمده. نمایندگان سامونایر نیز از کارخانه این شرکت در چیخیه بازدید کردند. بنا به اطلاع رسمی در مراسم قبول پرواز نخستین هواپیما به بدخشان در فرودگاه خورغ رئیس این ولایت مختار علیشیر میرزانباد، شهردار خورغ رضا نظرزاده و دیگر شخصان رسمی اشتراک کردند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در این مراسم گفته است که پرواز هواپیماها بین دوشنبه و خورغ با دستور پرزیدنت امامعلی رحمان برقرار کرده می شود. در سال 2019 نیز کوشش شده بود که پروازها را بین دوشنبه و خورغ برقرار کنند. آن وقت چند پرواز هم در این مسیر صورت گرفت، ولی بانکروت شدن شرکت هواپیمایی تاجیکایر باعث خیلی زود و دیگر باره قطع شدن ارتباط هوایی بین مرکز تاجیکستان و ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. هواپیمای L410NG از جانب اگنتی اروپایی اوید به بی‌خطری اویاسیونی سرتیفیکاسیون شده با تکنولوژی‌های پیشرفته و اویونیکای اویاسیونی مجهز می باشد. توسط آن می توان تا 19 نفر مسافر را در خط‌سیرهای محلی انتقال داد. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری که هر زمین‌لرزه‌ای در سراسر سیاره رخ داده را لحظه به لحظه پیگیری میکنند خبر دادند که نیمه اول روز 28 فوریه سال 2023 در بین همگی 9 ساعت از ساعت 00:36 دقیقه تا ساعت 00:20 دقیقه در شرق تاجیکستان یک باره 4 زمین لرزه اقتدارشان طبق جدول ریختر از 4 از 10 تا 5 بال رخ داده است. مرکز 3 زمین لرزه در حدود ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزدیکی کول سریس و مرکز یک زمین لرزه دیگر در ولسوالی جرم ولایت همسایه بدخشان افغانستان جایگیر شده بود. نخستین زمین لرزه ساعت 00:36 دقیقه رخ داده. اقتدار آن در مرکزش واقع در 128 کیلومتری شمال مرغاب 4 از 5 بال را تشکیل داد. زمین لرزه دوم با شدت 4 از 1 بال ساعت بعد به وقوع پیوسته. مرکزش در حدود جرم افغانستان بود. ساعت 05:01 دقیقه زمین لرزه سوم با اقتدار 4 از 3 بال در 94 کیلومتری جنوب و غربی مرغاب رخ داده. ساعت 00:20 دقیقه شرق تاجیکستان را زمین لرزه از هم سنگین با شدت 5 بال طبق جدول ریختر با مرکزش در 59 کیلومتری غرب مرغاب تکان داد. این سلسله زمین لرزه های سنگین به دنبال سلسله عبارت از 8 زمین لرزه بازم سنگین تری شدتشان از 4 تا 7 از 3 بال بود که روز 23 فوریه در اطراف مرغاب به عمل آمد. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده
هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. یادآور می شویم دوم ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت در شرق تاجیکستان 5 ساکن نویه تاجیک‌آباد اکثرا کودکان به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شد. از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه در اساس مراجعت الکترونی یک نفر راننده افت-ماشین مسافرکش برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی و نپرداختن اخ راهکرا 3 نفر جوان اوباش دستگیر شدند. اینها شهروند سفروف میروجدین سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه پخته آباد، محمد رحیموف پرویز سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه سنه، مقیموف شعباز سال تولدش 1993 استقامت کننده شهر دوشنبه می باشند. چنان از نوار ارسال نموده مراجعت کننده و سنجش همه‌جانبه حادثه مذکور معین کرده شد که نام بردگان سنه 23 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 از کوچه بخارای شهر دوشنبه به افت-ماشین مسافرکش نشسته در حدود شهر دوشنبه تا ساعت 21:50 یعنی نزدیک 3 ساعت سیر و گشت نمودند. هنگام به نزد بیمارخانه استقلال رسیدن مبلغ راهکرا که 100 سومونی را تشکیل داده است، نامبردگان از پرداخت کردن مبلغ سرکشی نموده همزمان راننده را لطوکوب کردند. در کردارهای نامبردگان که دغلانه ترتیبات جمعیتی را ویران نموده بر اعلی علامت‌های جنایتی اوباشی دیده می‌شوند. وابسته به این موادهای ضروری ترتیب داده شده برای آغاز نمودن پرونده جنایتی طبق طلبات ماده 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تفتیشات پیشکی ادامه دارد. خود دستگیر شدگان برای شرح ماجرا دسترس نیستند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.